میدونستی که اگه یه پارچه دولایه که عرض 16 و طولش هم 30 سانت باشه، بعدش 4 تا مربع 4 در 4 سانت رو روی 4 گوشش با صابون بکشی و بعدش قیچی رو ورداری و همه اون 4 تا مربع رو قیچی کنی. بعد هم همینطوری که توی تصویر بهت نشون میدم 2 تا طرفش رو دوخت بزنی که فرقی نمیکنه چرختون چه خونگی باشه و چه صنعتی. چرخ من از برند یاسمین هستش و همینطوری که توی تصویر نشون دادم 2 تا از مربع‌های پایینش رو یه تا بزنی و بعد اونها رو هم بخوای دوخت بزنی و بعدش برگردونیش و یه دونه زیپ که خودت دوست داری و فکر میکنی که به پارچه میاد و بعد با پایه مخصوص زیپ اون زیپ رو بدوزی و همینطوری که توی تصویر بهت نشون دادم اون 2 تا مربع دیگر رو هم تا بزنی و اونها رو هم دوخت بزنی. تا اینجا که اومدی پس ویدیو رو لایک کن تا بقیهش هم بهت بگم. بعد از اون کارتون رو میتونید برگردونید و یه همچین جام دادی قشنگی رو دارید که برای سال تحصیلی جدید به محصلای کوچولوتون میتونید هدیه بدید. اگه از این ترفندا خیلی خوشت میاد حتما منو دنبال کن و توی کامنت ها بنویس که دوست داری بعدی چی باشه. بدرود.